به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. دوستان و برادران عزیز، شاید که همگی شما حاضر این نوار را دیده و حیران شدید که برای چی در کانال بختر قرآن‌تپه یک باره برنامه. برادران عزیز، جوانای محترم، هر چیزی کردیم، هر نواری کردیم به منفعت مردم بود، به منفعت جوانان بود که در فریب بعضا حرامخوار و بعضا رویه و بعضا دیگرها یعنی نغلطند. به همین خاطر برادران عزیز، همین جوانای حاضره بسیاری بعد در یک دروغ و در یک گروه و در یک افراطگرایی و حزب و دیگر مقصد ممنوع تروریستی در تاجیکستان داشته در همینو گرفتار شده، یعنی که بسیاری جوانان علاقه تورم چکشیده ای دستی همین بدبختا را. به همین خاطر سه سوال برای حضرت داریم که میخواهیم که سه سوال به حضرتیم الحمدلله از تجربه خودش حضرت به سوالای ما جواب بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. حضرت جان، سه سوال دارم که اویدی یعنی که مقصد همین حزب نهضت. بسیار خوب. حضرت، سوال راجع به حزب نهضت این است: چه ضررها آورد به این مردم؟ همین حزب نهضت اسلام ممنوع حاضره چه ضررها آورد به مردم؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. راجع به سوال شما نسبت به سابق حزب نهضت اسلام که الان ممنوع تروریستی اعلان شده است، این را گفتنی هستم که این حزب را ما از سال 86 معلومات مفصل داریم راجع به همین حزب به حرکت همین. از وقتی که من یاد دارم اساسگذار این حزب عبدالله نوری بود، اساسگذارش. بله. که سبب محبس شدنش هم یک محل همه رفتار و کردار به همه حزب شده بود. بله. و بعد از آن برآمد با دنبال همه حزب گشت به نام اسلام بدنام کرد و الا در اسلام حزب نهضت اسلام، حزب فلان فلان وجود نداره. دو حزب گفت است، یکی حزب شیطان، یکی حزب الله. اونه که در حزب الله هست هر کسی که لا اله الا الله میگه در همین حزب داخل است. خلاصه کلام از سال 86 بنده معلومات مفصل دارم که این اساسگذار این مقصد که حزب عبدالله نوری بسیار هدف ناپاک در یک تاجیکستان که کشوری که خودش مسلمان بود، کشوری که در یک مذهب بود، در یک رفتار بود و عالمای کلان داشتن مثل داملا ساربان اینا که داملا خوجای علیه رحمه، ایشان احمد و دیگر داملا محمد جان قوخندی، استاد بابی داملا حکمت الله علیه رحمه، اینها از سال 86 گرد زدن، جمع زدن که باید همه حزب گم کنن. ولی طرف این حزب دستگیریش، تحریزش از دولت‌های خارجه بود. کدام دولت معلوم است، از دولت‌های خارجه بود. اونا کمک رسوندن، کاری کردن که با فتنه را در این تاجیکستان کوچک فاش کردن. یعنی که حزب نهضت اسلام دیگه دولت‌ها کمک می‌کردن، تاجیکستان ضرر می‌رسوندن. این تحریزی اگر از اون نمیشید، عالما علاقه شیار بودن. از سال 86 خدا رحمتی پدر ما ایشان داملا غازی علیه رحمه در پیش داملا خوجه علیه رحمه کلاب خونده بود. اون معلومات ها را گرفته بودن که شما از همین حزبی که الان همین عبدالله نوری اساسگذار همین مقصد که انا حزب اینقدر مقصد مردم به فتنه انداخته است، شما شیار شه. خوب طرف این حزب رشد و نمون و یافت، قوم خودش جمع کرد. برای چی قوم خودش جمع کرد؟ برای در قوم به پروایی بود. دیگر مثل این راهبر دولت علاقه آدم شیار و زیرکی که مقصد اینقدر فتنهان در صلح و صلاح آورد که مردم ارگان ها را همه وقت خبر میکنه که شما از فتنه آگاه شین، زیرکی را از دست ندین، نمونین که دشمن از خارج داخل شوه، دولت ملت برهم بتیه. این خیلی آدم ها نبودن. از روی که نبودن این قوه گرفت
سلطه اولی که زدن اولی سال 90 بود، انقلاب تشکیل کردن نتونستن، بالاخر سال 91 الله اعلم سرشویش یک آوردن نتونستن، بالاخر کلا آمدن سال 92 را اولش بود الله اعلم آدمای خودشونه که همه حزب ممنوع تروریستی را سابق حزب نهضت اسلام را قبول کردگی را موسفدا را در محله ها گردوندن. موسفدا در محله آدمای با آبرو در محله اعلان کردن که کسی که میتینگ نمیروه جای معلومش میدان شهیدان، زنش 3 طلاق. به همین خاطر اعلان کردن، آمدن فتنه را داختن و مردم بار اول به خون، به سرگردونی، به جدا شدن مادر از فرزند، شه عروس، طفل از مادرش، چقدر به عذابهای سخت مردم از سرسان و سرگردان کردن. وقتی که فتنه و جنگ شد مردم در سرگردانی و در خونریزی و خانه نبود که او ضرر ندیده باشه از دست اینها، از دست سردارای اینها. اما اینها پیش از همه در دیگر دولت‌های خارجه بودن، در فکر و سوم جمع کردن و آباد کردن خود پروای ملت دیش کرد دیگر نکرد. یعنی که حضرت اینو وقتی که اینو جنگ اعلان کردن، ایره همین جنگ شهروندی را همین حزب نهضت اسلام تشکیل کرد. حزب شهروندی با میگم که از دست حزب نهضت سابق حزب نهضت اسلام شد، برای که گفتم که در محله ها آدمای با آبرومند گفتن که کسی که میتینگ نمیروه، یعنی کسی جنگ نمیروه، کسی در این فتنه داخل نمیشه، زنش 3 طلاق گفته اعلان کردن و مردم خستن. وقتی که این جنگا را، این فتنه ها را داختن، دیگر این مردم نبودن. الحمدلله که مثل اساسگزار صلح و وحدت پس از فتنه اینها خداوند ایرا آورد در سر قدرت و همه مردم جمع کرد، با یک صلح، با یک تنجی آمدیم. حالی با همون فتنه ها را داخته باید با یک خونریزی، باید یک سرگردانی دیگر بدوزند. لیکن امیدوارم که ان شاء الله تعالی این زیرکی را دیگر نباید دولت و ملت و ارگان ایدست بتیه ان شاء الله. حضرت سوال دیگه میای آیا تا حاضر با عقیده هاشون ادامه دارند؟ البته ادامه دارند، زیرا که اینها باید این عقیده ناپاکه که باری اول خونریزی را ریخته بودن، مردم را سرگردان کردن، خودشو در امن امانند. اونا آهیله هاشون و اونا خانگی هاشون و اگرچه خانه هاشون هم سوخته باشند، دهکرته از پشت فتنه این ملت از خواجه های خارجیشو بر اونها سوم جدا شدگی الکی برای اینا کار کردن، فتنه را کردن، خود را نشان دادن که ما اینمی دولت خلق اینا سرگردان کردیم، فتنه را داختیم، اینا شما بدوچم تو دیده. حالی هم که اگر همه پیشه نگیریم همه کارا، حالی هم که جوانا در شهر روسیه دیده که چقدر فتنه در سر جوانا آمده است. اولا که کاراشون در آیلوک نداده ایسان، جوانا به مصلحت پدر مادر گریخته آمده ایسان، جوانا از وطن میگریزن، میان در اینجا سرسون و سرگردون شده ایسان، خوب برای بد رفته ایسان. غیر این قدر مصیبتی که بالای جوان آمده است، فسادی زمان جخیده است شو، غیر این اقبال صدردین با در تای شبکه خودش نامرماندگیه که برای که در تای برنامه‌اش، یعنی که دمن سوم بگذرونه. برای چی سوم بگذرونه؟ شما سوم بگذرونه ده من حزب نهضت اسلام تاریخش کینا کنم. چی لازم؟ شما باور دارین که کینوی میکردگی همو اگر کینو هم بکنه، من فکر میکنم این دروغ میگه، منفی که جمعش ها با منفی از خودش استفاده میبره. شما باور دارین که حقیقت کینو اگر کینو هم بکنه حقیقت نشون میده؟ نه، اگر کینو حقیقت ببرارن اینا یا خودشو شرمنده میشن. برای چی؟ برای چی شرمنده میشن؟ برای که از سال 86 فتنه را داختن، باید این کینو را ببراره. از سال 86 اساسگزار این حزب کی بود؟ باید ایرا بگه کی فتنه داختن، انقلاب شکست خوردن، با کردن، با بالاخره اومدن خلق فتنه را فاش کردن، میتینگ خزاروندن، مردم با کشتار با خونریزی انداختن. در این کاراشو اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم جناب عالی و دیگر مقامات هایی که الان
مثل محترم سید مومین، یتیم محترم رمضان، مثل اینها یا نبودن. اینا فتنه را داختن، اینا خونریزی را داختن. خداوند متعال رحم ملت خورد، اینها را قدرت داد، ملت را جمع کردن تا حاضر اداره کرده اسلام. این شرمنده می شود. این مقصد که لفظ اصطلاحات امروزه بگه مردم فهمند، این برنامه را تحریزی کنه یک و یک کسته کنه، این شرمنده می شود. هیچ محل از سال 86، از سال شاید که پیش، من معلومات 86 دارم، تولدم 72 از زیرا که اون محل سن سال مایده بودم. اینا تشکیل کردن، پیش یک گروه تشکیل کردن، پیش بابی داملو حکمت الله رفتن، پیش بابی داملو حکمت الله علیه رحمه خانه ما رفتن، در اونجا پدر ما را تحت فشار آوردن، زیرا که نیت اینها همین بود که از همین قرادگین وقتی که همین داملو حکمت الله علیه رحمه را عقیده‌اش بگردونیم از طرف سوخوزای نمونه، طرف جرگتال میگن که 7,500-8,000 اهالیه که پدر ما را احترام میکردن، مقصد همینا را عقیده‌اش بگردونیم، دیگه کلا فتنه در دست ما میفته. هر چی که اینها در فتنه داخل نبودن، پدر ما را نصیحت میکرد بچم از جاتون نجنبین، اینها همش یک خونریزی و یک هلاکت یا فلاکت دارن. یعنی که اینا میخواستن که اهل علم بخشون جلب کنن، هر چیزی که میخواستن با مردم پیشنهاد کنن. البته بعضی اهل علم بخشو جلب کردن، بعضی را در این مقصد که راهی بد و غلطی خودشو افتاروندن، بعضی اهل علم سرگردون کردن، بعضی اهل علم فرزنداشو از روی اینها در خانه هاشو علاوه زده شد. همه اینها از دست یمی فتنه امین اساسگذاری همیا عبدالله نوری و دیگر امثال اینها که تا حاضر ضرر آورده استند در جامعه، از دست اینها همه یک خونه سوز شد، یک داغ فرزندی، یک مرج فرزندی را دیده. حضرت سوال سوم این است: آیا از نگاه اسلام نسبت با سخنان اقبال صدرالدین چی گفتنیه؟ البته گفتنی ها بسیار است، اما زیر آیت 30 پاره قرآن سوره همزه خداوند در این سوره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزه لمزه، وای بر حال ملامت کننده عیب جوینده، وای بر حال تهمت کننده و عیب جوینده. الان برآمدهای اقبال صدرالدین خالی از ملامت نیست، خالی از تهمت نیست، خالی از غیبت و استهزا نیست، خالی از جویی نیست. تمام مردم را عیبشه میجوید و شریعت غرای محمدی شریعتی هست که شریعت گناه پوش است. معلمی به شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گناه را می پوشیدند و این چنین یک صفات پروردگار ستار العیوب است، پوشنده عیب هاست. اگر خداوند متعال لایق میدید تجسس و کافتوکاوی گناه و شرمنده کنی بنده را، هر بنده که گناه میکرد پرده گناهش از روش میگرفت، شرمنده میگشت. اما ستار العیوب است. این شریعت شریعت صلح است، شریعت کینه و کدورت و غیبت و ملامت و استهزا نیست. حال ادعای از برآمدشو ادعاشو گویا از اسلام است، سخن گویا از اسلام میزنند. ما و شما مورد این نقطه سخن بیاییم که در کجای اسلام گفته است که یک انسان عادی، یک انسان با قدر، یک انسان ملا، یک انسان تجارتگر، حتی که بر عزت نفسش نمیرسمند، اگر میده کم باشه عبدالرازقی که در دبی گشته است، حتی همو عبدالرازق مورد استهزا و مسخره در شبکه خودش قرار داد که چی لازم فاش کردن گناهی امو عبدالرازق میده به مردم، چی لازم نسبت همون هم تهمت کرد. عروسی عبدالرازق او چی عروس بگیره؟ عروسی عبدالرازق بران گرفت، بران و آدماش عبدالرازق ای خیل کرد، یا نسبت یک تاجر خودمان، مقصد که رحیم غرمی برای کارهای پیشرفتش، برای کارهای خوبش، وزیر کارهای داخله یک اصلاحات امروزه خدی از زنچاک رحمتنامه در مقصد که کستومش یک تحفه کرد، مقصد یک تحفه کرد، یا در خزاقی کستوم بگیم لفظ اصلاحات امروزه یک تحفه کرد، یک رحمتنامه برای کارهای خیرش.
مثلا در یک دولت خارجه یک تاجرش خلق دستگیری کنه، نویگری های خوب بکنه، در همونجا وزیر کارهای داخلش خوش بیاید، برای او یک زنچاک رحمتنامه بتیه، این چی جایی تشویش آوره؟ این چی جایی سزای؟ این چی جایی که همه را چنان هنگامه کرد که گروه در بچون کجا ببینین ایرا زنچاک رحمتنامه داد وزارت کارهای داخله گنرال برای خوبیش داد، یگان دوکه نداره. حضرت یعنی که هدف اینو همین است که آبادی وطن ما را نمیخوان. اینا نمیخوان. اگر آبادی وطن بخواهن برای چی کینا میکنی تو سرگذشته؟ این سرگذشت باید ای بین بروه. این کینه و کدورت حرکت کرده ایسان در 30 سال استقلالیت. این تنجی و صلح برادر، صلح با اندک با دست آمدگی نیست. این قدر خونریزی، این قدر گریزار آورده جواجا کردن، این قدر گردکجی کردن، این قدر چندین فشارها به سر این دولت آمد از دست همین کرمهای زهرآلود. این صلح به دست آورد. این صلح اساسگذار صلح و وحدت به یک چرخبال ویرانه که بعضی از مردم حکومتدارای پیشین میگفتن که دیگه صحت سلامت بر نمیگرده، لیکن الحمدلله درخت صلح از افغانستان آورد در تاجیکستان، شونون گرد او باغ گشت، او را چقدر از کرمهای زهرآلود نگه داشت. این درخت به ثمر رسید که امروز مردم آسایشته زندگی دارند. این به اندک بها به دست آمدگی نیست که ما ایرا درو از دست بتیم، که جوانای ما در حال فریفته اقبال صدردین شوند. چند جوان حزب روسیه خپید یا از عهده سون گذرونیشون نرفتن، چیکار کردن نکردن که چندین جوان که ما شاهدیم که پدرها و مادراشو گریه کرده آمدن داغی دعوت سومگذرانی اقبال صدردین داغ روز فرزندای ملت شد. آبی دیده های مادرها را باری گرود. فقط مقصد مرام اینها آخر سخن همیه که باری دیگر مردم را به خونریزی، به سرگردانی، به کشماکشی، به درودری، به ناتنجی، به کشماکشی آواره بکنن، با خودشو زیادتر دولتشو زیادتر شود، برای که از دست این کشماکشی مردم و فتنه مردم باری دیگر با آسایشته زندگی با بدولته می شوند، با معلومات و تهلکه و هلاکت بالای همین خلق آسایشته ای که سخنای اقبال صدردین نگرفته است مصیبت بالاشون میاد. بله حضرت، اکثر سوال کنیم، یک سوال دیگه علاوه کنیم. با جوانان امروزه چی گفتنی؟ با جوانان امروزه گفتنی هستم که چقدر احتیاط کنند از حزبگرایی، از مذهبگرایی، هر خیل شبکه را به خوش روا نبینند، آمدن خوش رو بگردن، تنج بگردن، در زمان فساد فکر پدرها و مادرهاشون بکنن، فکر آیله هاشون بکنن، آیله میگیرن در حال میان در اینجا اکثریتش برای یک لایک ماندن همین فسادا داخل محبس شدن. اگر ایرا پیشه نگیرن، پس از لایک پیشه نگیرن، قدم به دیگه جا، قدم به دیگه، قدم به فتنه کلان. چه خیلی که از سال 86 وقتی رهگیری که نشید مستحکم، فتنه و تهلکت بالای مردم آمد. اگر حاضر ما جوانا را نصیحت نکنیم، یگانه راه جوانا را گردوندن، نصیحت کردن از طرف علما، از منبرایی که آل منبر دکان استاخونه و نفقه اهل عیال قرانتیان، در این زمان تنجی منبر از خود کردن، آیلوگ میگیرن. اینا باید چیکار کنن؟ جگرشو بسوزه برای باری دیگر در این تهلکه که بالای دولت و ملت و وطن نیاید. برای جوانایی که از 30 سال جوان از کجا میدونه؟ ما اگر هر چند که نه در او راه نمیریم، یا امثالای ما سن سالای ما، زیرا که ما دیدیم خونریزی را دیدیم، هلاکت را دیدیم، از هر یک خونه داغ و هر یک پدر فرزند و مادرش داغ کرد برای جگر سوخته او رفت. اما نه جوانان را امروز نصیحت کردم. چقدر نصیحت در دیگر شهرها خواهش میکنم که آدمای با فراست، آدمای سخندون، آدمایی که لیاقت دارن در گپ زدن، همونا را خواهش میکنم که چقدر دستگیری بشه و از طرف جوانای، مقصد که این مثل شما و جوانا دستگیری کنن، مثل که مقصد که ارگان ها هم در این حالت شیار بستن، معلمای سخنگوره، آدمای مستفیدی با احترام شرط عالمیشون است، با سخنها جوانا را از این راه ها گردوندن در کاری که در قپ این دشمنای دین و ملت و اسلام نخرن. و من گفتنیم که برای جوانای امروزه، برادرای عزیز،
акаҳо ва ҳаматон гуфтанием ки агар ки ин бадбахто яъне ки агар ба гуфти худшон яъне инқилоб меган инқилоб кунанд дар инқилоб яъне ки ино митинг ба гуфтаи ҳозира митинг кунанд агар ино агар митинг кунанд ҳеҷ вақт фарзандошона роӣ намекунанд ҳатман шуморо роӣ мекунанд ва шуморо зери хун дар хун олугушта мекунанд ино ҳеҷ вақт фарзандошона роӣ намекунанд дар уҷа яъне ки фарзандошон ҳамун комфортна зиндагии хубу беҳтара идома метиҳанд ино худшон ай дур нигоҳ карда мегарданд. гуфтанием ки бародари азиз барномаҳои ояндаро нигоҳ кунед. Назарҷон ҳазор раҳмат калон ба саволҳои ҷавобдодагитон бисёр хуб дуруст ва беҳтар пайд кардем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.